همسایه پایین غذا پخته. الان دوباره میخوام با صدای بچه بهش زنگ بزنم ببینم چی پخته. با گوشی افشینم دارم بهش زنگ میزنم. سلام خانم محمودی، خوبی؟ الو خانم محمودی سلام عزیزم، خوبی؟ مرسی بفرمایید. قربونت بشم. من بچه طبقه بالاییتونم. بچه که بچه طبقه بالایی مونی؟ آفرین. طبقه بالایی ما مگه بچه داره؟ افشین بچه نداری؟ این از خاله این از دستت باشه کوشی قربونت بیان. تو مگه بچه نداشتی؟ الو سلام داره صدامو. بفرمایید. خوبه من بچه طبقه بالاییتونم قربونت بشم. ساختمون ما بچه نداره عزیزم، اشتباه گرفتی. بچه دار شدم دیروز. خب جونم بگو. میگم یه غذای پختید بوش داره تا بالا میاد، بعد این پشه کثافت میگه تو زنگ بزن، تو نانازی گوگل مگولی، تو زنگ بزن ببین برامون غذا میاده. چی پختی خاله قربون؟ به نظر شما این غذایی که بوش داره تا بالا میاد به نظر چیه؟ آقا یعنی چی؟ من مسخره شما. نه قربونت بشم، این پشه بیشوره. وا حالا بگو ببینم چی پختی، من گشنمه. مامانم اینا رفتم مسافرت. چی دادی قربونت بشم؟ ما کاری داریم ولی شبه شده. حالا من خودم الان لباسم عوض میکنم میارم بالا. تو خدا به من بده ساندویچ مکرونی به مادم بچیکمم. عزیزم باشه من الان لباسم عوض میکنم میارم بالا. و قربونت بشم من فدات بشم آخه بابا این فقط باسه من بیار، واسه این پشه بیشور نیا باشه. واقعیت منم گشنمه، اگه میشه بده به ما منم بزنم برم. من الان میام بالا جفتتون رو میبینم ببینم این همسایه خوشمزه ما کیه. فقط یه بچه 2 متری داره. کی داره؟ فقط بچهشون 2 متریه. چیش 2 متریه؟ بچهشون 2 متریه. یه بچه 2 متریه. آها بچهشون 2 متریه؟ آره. بلنده خب؟ یکی دیگه ما الان گرسنمونه. الان من میام بالا خاله. قربونت بشم بده بیا منتظرتم. باشه الان خداحافظ. خدا. واقعا ماکارونی آورد.